الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که با یاد خدا و راه خدا و ذکر خدا و برنامه خدا و کتاب خدا آدم به آرامش میرسد. چه تلاوت زیبایی برادرمون آقای سماک ارائه دادن، همه اسماء الحسنا درش بود. چطوری به فحش می آمدیم. این غذای روح ماست و این غذای فکر ماست و این غذای دنیا و آخرت ماست و این توشه و زاد دنیا و آخرت ماست و این کتاب و برنامه زندگی ماست و این کتاب حیات بخش مادی و معنوی ماست و این رشد اقتصادی ماست، رشد اجتماعی ماست، رشد سیاسی ماست، رشد معنوی ماست، رشد اقتصادی و نظامی ماست، رشد اخلاقی ماست، رشد علمی و آموزش فرهنگی ماست، رشد تقوا و اخلاقی ماست. قرآن کتاب رشد و هدایت است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن کتابی است هدایتگر به بهترین راهها و محکمترین راهها و مقتدرترین راهها. اگر صاحب اقتدارید، اگر خواهان اقتدار، توانمندی، سعادت، سلامت، رشد، کمال، پیشرفت، مسئولیت، خواهان هر چیز خوب هستی، در این کتاب خداست. یک تجدید نظر بکنیم، یک بازنگری بکنیم. اون کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. من رفتم برای شما تهیه بکنم. آقای رئیسی گفت فقط 40 نسخه دارم. گفتن همین 40 نسخه رو بیار تا تعدادی رو بدیم. گفت یک هفته دیگه هر تعداد نسخه که بیارید من سفارش میدم تا برای شما بفرستن. یک هفته دیگه شاید دیگه همدیگه رو اینجا نبینیم یا هر کسی به شهر خودش باز بگردد، اما کتاب فروشی شافعی جنب مسجد گلداری، اونجایی که شیخ شهید رحمت الله علیه اولین انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت استان و جنوب و بنیانگذاری کرده و اون انجمن خیریه تا امروز برکاتش، چون که بنیانگذارانش امثال شیخ محمد ضیایی رحمت الله علیه بود، اون پدر و مرشد و مربی و اون واقعا رحمتی که خداوند بر این منطقه توسط این شخصیت بزرگ باراند و منطقه را سیراب کرد و دلهای خشکیده و افکار پژمرده و فرسوده و افسرده ما را دوباره جان بخشید. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. اونجا انشالله یک هفته دیگه مراجعه بکنید از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. آهنگ پاپ گیتار و ارگ و مسائلی که میدانید، موسیقی های مبتذل که دنیا رو قبضه کرده، اما امروز همانهایی که پدران آهنگ پاپ در غرب اروپا و در دنیا بودن و شهرتشون جهانی شده بود و به ممالک اسلامی و سرمایه های اسلامی هم طغیان کرده بود، تو ماشین ها، تو خانه ها، تو مدارس، همه جا این آهنگ پاپ رونق داشت. امروز همانها مثل کات استیفنز، مثل جردن جکسون و امثال هم که اینها پدران موسیقی پاپ در دنیا هستند، امروز کات استیفنز دستشو پیش گوشش میذاره از آهنگ پاپ گیتار و انواع موسیقی مبتذل تا آهنگ ناب، صدای ملکوتی از آن و صدای ملکوتی و آهنگ ناب و نغمات زیبای خالص و ناب کلام الله مجید که برادرمون عبدالستار سماک تلاوت کردن و واقعا این آهنگ ناب هست. این را انتخاب بکنید. باور نمی کنید که اون شبی که من درباره اون کشیش اسحاق هلال صحبت کردم و درباره بعضی از شخصیت‌ها، این کتاب بیش از 100 شخصیت مطرح غرب و اروپایی که در زمینه‌های مختلف، در ورزش، در اقتصاد، در سیاست، در مسائل نظامی، کشیش‌ها، خواننده‌ها، پدر اسنوکر جهان، اونهایی که بیلیارد و اسنوکر بازی میکنن و قمار بازی میکنن از مسلمان‌ها خجالت بکشن که پدر اسنوکر جهان مسلمان شده، قهرمان اسنوکر جهان مسلمان شده، دیگه قمار بازی نمیکنه، دیگه افتخار نمیکنه که یک قمارباز است با اسنوکر، افتخار میکند که هدایت به اسلام پیدا کرده. این کتابو حتما تهیه بکنید. کتاب فروشی شافعی انشاءالله می آورد و این داستان این 100 نفری که مسلمان شدن. اگر که علاقه به موسیقی دارید، به کاملترین یا
مشهورترین موسیقار دنیا مسلمان شدن. اگه ورزشکارید، همین چند روز پیش کاکا شماره 7 یا 10 بهترین بازیکن برزیل و یکی از بهترین های فوتبال جهان در کشور اسلامی کویت شهاده به اسلام داده. پشت سر هم برای من مسج میفرستن آیا خبرش شده که کاکا مسلمان شده؟ جای تعجب نیست. ما تعجبمون از اینه که برادر مسلمان هم داره بیدین میشه، خواهر مؤمنه داره بی حجاب میشه، دو کلاس دانشگاه میخونه دیگه از حجاب مسخره میکنه، بازاری ما میره تباخار میشه. اما از اون تعجب نیست، اون همه چیزو تجربه کرده. جوان سرمایه های ما دارن معتاد میشن، مشروبات الکلی رو میآورن، تجار ما اهل منقل و وافور میشن. ولی امروز روزی است که ما باید بازگشت به دینمان را از اونها، از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. امروز اروپا و غرب داره تکون میخوره، امروز بیدار شدن و از بیداری اونها مسلمان رو دوباره مثل اینکه خجالت بکشن و شرم بکنن که اونها دارن مسلمان میشن که همه چیزو از دنیا دارند. پس ما هم بر بگردیم، جوانای ما همه خوبن، هرچی گناه کردی نگاه به گناه خودت نکن، نگاه به رحمت بیکران خدا. خداوند شب قدر رو فرستاده، گفته رحمتم در این شب اونقدر وسعت دادم که ارزگر عمر گناه 83 سال هستم من میبخشم. عمر گناه من و تو شاید 20 سال باشه، عمر گناه خیلی از جوانا شاید 5 سال باشه، 2 سال باشه. میگه اگر گناه 83 ساله، گناه به اندازه 1000 ماه و بیشتر از 1000 ماهه، من یک شبی دارم که لیلة القدر خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه گناه تو بهتره و گناه 1000 ماهه و 83 ساله تو را تبدیل به 8 ساله میکنه. دوباره تولدی دیگر. تبریک به همه شما به خانه خدا آمدید، تبریک به همه شما به درباه الله آمدید، تبریک به همه شما برای کسب هدایت و کسب ثواب و کسب حسنات و علو درجات ایمانی آمدید. تبریک به همه شما که خودتان را پیدا کردید.